نکردم، اما به خاطر تو من به خانه او ایگار کسی پیش نرفتم. علی بیاد و حتی تحمل ندارم چهره او را ببینم. دوستا این لحظه را هیچ وقت فراموش نکنید. بعد از سالا خواد گفتن که ما هم در اینجا بودا. ای که همراه سفدا علمیزه اول شما معرفی شده بودین و همگی خواد گفتین. ما هم کم از کم به اندازه شما هیجانی است. آفرین. شرکت صوف سودو داروهایро пешниҳод мекунад ки барои беморихои дарунӣ ва берунии инсон давобахшанд. аз қабили фишорбаланди, гаймарит, беморихои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо беморихои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои соф савдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати соф савдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, доруҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. барои фарбеҳ ё хароб шудан доруҳои БЦА, протеин ва генерҳои соф савдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. علی لطفاً صبر کن گپ بزنیم. علی غلط فهمی شدم، باش گپ بزنیم. علی لطفاً صبر کرده میتونی؟ علی لطفاً باید با هم گپ بزنیم. علی لطفاً یک بار گپ من گوش کن. علی لطفاً استاد شو 2 دقیقه با هم گپ بزنیم. چرا اینجا آمدی علی؟ یعنی کسی که اینجا باید نمی بود او ما بود مترس. علی لطفاً قسم نکن. ای که اویگارد اونجا بود من واقعا نمیفهمیدم. از هر جایی که خبر شده دیگه به خاطر تبریکی آمده بود. روانی است دیگه. او قسم در بین کلگی نمیتونستم عکس العمل نشان بده. واقعا بسیار در وضعیت سخت بودم علی. سفدا ما برات نگفته بودم که هیچ وقت برام دروغ نگویی. اما من خب برات دروغ نمیگم. قسم میخورم من هیچ نمیفهمیدم که آدم میخواد اینجا بیایه. بدونی که به شرمی قسمم میخوری. به ما گفته بودی که دیگه حتی نمیخوایم چهره و آدم کثیفه ببینم. خب گفتم بیازو همونطور است. دو صورت خیلی شده در شرکتش کار میکنی سفدا. این چی ربطی داره؟ این شرکت خو از اویگار نیست علی. برات خو گفتم از کدام جای خبر شده خسته آمده. بیبی سفدا مجبور نیستی که در باره به من توضیح بدی. دروغ نگو بس است. علی تو چی گفته امیری؟ دروغی چی؟ من چرا باید امروی توی قسم یک کار کنم؟ نمیفهمم سفدا. یکی چرا همراه می قسم میکنی واقعا نمیفهمم.
شاید امکان داره که تو کلمه حسادت میکنی. یعنی ما رو او قسم دیده، چون این حالتت کدام توضیح دیگه داشته نمیتونه. همون تو نیست. آمده بودم که پول پس برات بدم. ما پولو بیشرفه نمیخوایم. ای دیگه چی ما نمیته؟ حالا دیگه ایره بگی. ای پول از اویگار نیست علی. ما ایره خودم به دست آوردیم و فقط خواستم قرضی را که از تو گرفته بودم به تو. ما وقتی او پول از تو گرفته بودم برات گفتم که به عنوان قرض ازت میگیرم. بسیار زیاد تشکر، بسیار زیاد. اما من قرضتم میپردازم، یعنی قرضم قرض است. بسیار خوب، درست است. علی چرا نمیخوایی گپ درک کنی؟ باور کن که این شرکت از اویگار نیست. ما به تو دروغ نگفتیم، فهمیدی؟ سینان بچیم حالا دیگه چرا دیر کردین؟ درست است بیادر جان، اینه درستیم. خوبش. حالا عجله کنین. ضرورت است که کل این خانم چی ده؟ لطفاً همراه اونا تنظیم. درست است. این شرکت اویگار سرکایا خریده چطور؟ راستش خانم سیفدا ما درست نمیفهمم، یعنی مطمئن نیستم. اوال کجاست؟ اوال کجاست؟ فکر کنم در اتاق خود است. اویگار! این شرکت تو خریدی یا نی؟ بله سفدا بیبی، بله. اما چطور یعنی؟ تو دیگه کی هستی ها؟ تو کی هستی که دست زندگی به اقتصاد میری؟ دست زندگی ما چرا این قسم مداخله میکنی اویگار؟ آرام باش سفدا، آرام باش. گپ من را خوب بشنو سفدا. هوش کنی. تو فکر میکنی همراه هر کس هر کاری کرده میتونی چطور؟ چرا؟ چون فکر میکنی پول زیاد داری همون ترس چون اویگار سرکایی هستی؟ اما همراه من این کار کرده نمیتونی. وقتی که من اینجا رو میخریدم هیچ نمیفهمیدم که تو اینجا کار میکنی. هر روز ما این کارا میکنیم. گفتم نه که هر روز ما این کارا میکنیم. بان دیگه در استانبول با این کلالی فقط به خاطر سرمایه گذاری همین شرکت پیدا کردی چطور؟ چی یک تصادفه به خدا؟ این گپ تصادف نیست. اون مردم ورچه کسب میشدن. اینجا جای خوب برای کار بود، ما هم گرفتمش دیگه. درست است. اگه باور نمیکنی باز تمام اوراق برات میارم. تمامش دانه دانه ببین. ما فقط یک سند میخوایم، اون قرارداد ختم است. فورا کلش به اینجا بیار، کلش پاره میکنم. ما آمدیم. دست خالی هم نامدین. فهمیده میشه که سیفدا پیش از آمدن ما محفله شروع کرده. خب اینجا چی گپ است؟ نه که شما میفهمیدین این شرکت اویگار خریده چطور؟ در پشت سر من شما این قسم گلا را به امیدی؟ نه خواهری گپ دیگه چی مانا؟ بیادر برام گفت که مسئول آژانس میشی بخیر باز. ای که این جاسوس ما نمیفهمیدیم و البته که با کارم نیاز داشتم. نه خواهر. آی ما صبح خبر شدم، قسم میخورم که میخواستم برات بگویم. سفدا لازم نیست که سر اونا قار شوی. ما متخواستم که تو را متعجب بسازن. فکر کرده بودم همراه کسایی که دوستشان داری کار کنی. دارم تبسکو به خاطر تمام چیزا واقعا چی فکر کرده بودی؟ فکر کرده بودم که یک جای تجلیل میکنیم، اما بعد از این تصمیمی که تو گرفتی هیچ فایده ای نداره. بفهم دختر. خواهر جان بیادر خود قصدن از شما پت نکرد، میخواست شما را متعجب کنم. درست است سینان، درست است. با آن غرضش نگی. خواهرت حق و جانب است. اگر میفهمیدم که سیفدا در این شرکت کار میکنه، اما دقت گرفتنش منصرف میشدم.
بسیار خوب شد کردی. ایزو پرتو اینا صحیح شد. سود شده که شد کن. چقدر حال میتی زود شد. ایزو زود کن. چی گپ است بی شرف؟ طالات بیادر میخوایم رایت گپ بزنم. با همراه مرده ها گپ نمیزنم بچیم. نام او دیگه طالات نیست. گم شو برو از اینجا. گفتم برو گم شو. پیلوت علی را شناخت آقا. سر طالات اقرار کرده. میفهمم خبر دارم. طالات بی غیرت. در وقتش باید نمیماند که آدم زنده بانه. با طالات بدل کارش نشان بده. هرچی که شما امر کنین. بس از دیگه از تو خواهش میکنم دخالت نکن لطفا. میرال نه که میخوای خدا با دستا بیاب بسازی. با من لالی چی خواد گفتی؟ هرچی لازم باشه امورا برش میگم که با دخترم ناق امید نتی. برش میگم دیگه به دواخانم نیا. حتی برش میگم ات بشوری دروازه امام تیر نشی علی هات. هرچی دادانم بیای برش میگم نیکم از میترسم ها. میرال او آدم خود کدام کار نکده. اگر دخترم عاشق ملالی شده دیگه گناهی او چی است؟ حساب چی ازش پرسان میکنی؟ ما به خاطر دخترم هر کاری را میکنم. اگه تو مادر او هستی باز من پدرش هستم. به خاطرش دنیا را میسوزانم. اما این کار تو هم دیگه مانا ندارم میرال. باندگه پس بگو که من میترسم. نخیر نامی ترسیدن نه شرمیدن است. ببی اصلا در پشت دروازه و آدم رفته کار نکنی والله بلا که امی لحظه طلاقت میتم. همه قدر سفدا صبر کن. یک دقیقه صبر کن. صبر. هر دوتان میفهمیدین اما بازم به من نگفتین. افسوس به هر دوتان. سفدا صبر کن. کجا میری قسم طفل آواری؟ 10 سال طفل آواری خوش شماستن که فکر میکنین با آدم کار کردم میتونم. آی خواهر اویگار خود کدام آدم بده نیست. او خوبی کل ما را میخواه. بله یعنی دی چی گپ؟ پس کل ما یک جای بخوش اینجا کار میکنیم. تو چرا گپ دراز میکنی؟ یعنی چی که دراز میکنم ها؟ قربان میگم میخورد از تو چطور همه رو دیده نمیتونی؟ تو چه؟ سفدا چی گپ شده؟ یعنی چی شده؟ او آدم سرمایه گذاری کرده رفته یک شرکت خریده مدل اون شرکت هم تو هستی. اما کدام سرمایه گذاری نیست. فهمیدی کدام سرمایه گذاری نیست؟ نگه کدام سند دیدین؟ کلش دروغ است. شما چطور این گپ تو حالا نفهمیدین؟ خواهر جان آدم چرا باید دروغ بگه؟ با ما گفته بود که سر شرکت سرمایه گذاری میکنه. خب استاد مشهور شما دیده تا نیستین؟ یعنی کاری که کرده همراه من هیچ ربطی نداره همونطور است؟ نه ندیدیم اما اگر لازم شوه میبینیم. خواهر سینان بان که بره یک بار کارش بشینه بعدم باز فکر میکنیم که چی کنیم. بیا
ما از پیش روی دکان تیر می شدم. سیبیت تازه پخته کرده بودن. تو خوش داری نی؟ گرفتم گفتم شاید بخوری. گشنه نیستم، زنده باشی. ای دخترم، زیاد قلبت شکستن ماموت نیست؟ کت پدرم گپ زدم به خانه علی نرفتی، اما اگه میرفتی هیچ وقت نمی بخشیدمت مادر. بیازو مام به مخاطر نرفتم دخترم. تو مرا چی فکر کردی؟ من همو تو گپا را میذارم، اما به ایمان خو نیست که برم دخترم. من فقط وقتی دیدم تو وقدر درد میکشی باز مانه خود شده نتونستم. ما هیچ وقت نمیخوایم عشق که امکان نداره پشتش بدوی دختر مقبوله. میفهمم ای که چه فکر میکنی، میفهمم خوبی مرا میخوایی، ای را میفهمم، اما خواهش میکنم کوشش کو کم مرام در کنی مادر جان. خیلی چی کنم، او را دوست دارم. اگه مرا نادیدم بگیره، اگه طرفم سیلم نکنه، بازم دوستش دارم. بجز از صبر دیگه هیچ چیز از دستم نمیایه. من چند شو شنیدم که تو گریه میکردی. ای که باران ما نوشتی او را پاره کردی، دور انداختی دخترم. تو میفهمیدی؟ میفهمیدم. بالاخره من مادرت هستم. مادرها میفهمن، میبینن. گپ مادرت بشنو به یک بار. ازلی به تو خیر نمیرسه دخترم. اگه او خصم باشه مادر، پس ما باید ایره بفهمم. علی؟ علی؟ علی، اسره که نسبت به تو دارم بیشتر از این پت کده نمیتونم. تا رامو صبح روز اولید که در منطقه دیدم خوشم اومدی.
به خاطر که به خواستت تو احترام گذاشته باشم همیشه در یک کنار از زندگی تو قرار گرفتم. تو را از اون وقت دوست دارم، منتظرت هستم. ایره خو نوشته کردم اما از تو انتظار ندارم. یعنی که او را اینقدر دوست داری؟ سلام. به خاطر اینجا آمدم چون چیزی که مستحقش نبودم برام گفتی. حق با جانب هستین خانم سفدا. ضرور نبود که هیچ کدامشون براتون میگفتم. فراموشش کنین و برین. حق با تو بود علی. نمیفهمیدم که اون شرکت اویگار خریده. مام نه خبر شدم. حتی از برکت تو از گپ خبر شدم. واقعا برات راست. ببینین خانم سفدا، زندگی کاریتون یا زندگی شخصیتون هیچ کدامش مربوطه من نمیشه. با او خاطر همراهی هر کسی که میخواین کار کردن میتونین. هیچ لازم نیست که برام توضیح بدین. خب وقتی قسم است استاد علی، خب باز چرا تا پشت شرکت و قسم زحمت کشیده آمدین؟ از دیگه طرف باز چرا ققار بودین؟ ما براتون خوب گفتم، به دادن پول آمده بودم. حالا اگه اجازهتون باشه من میخوایم کارم خلاص کنم. البته کارتان ادامه بدین. بالاخره هر کس باید متوجه کار و روزگار خود باشه. همه تو نیست. کاملا همونطور است. خوب است. پیلوت، میفهمم که نمیخوای امروی مگه بزنی، اما به خاطر که راز ما به تو گفتم تشکیلات مرا زنده نمیمانه. مرا خواد کشتن پیلوت. بمیر مردار شو. با ما چی؟ های پیلوت چرا نمیفهمی؟ بیبی کمکت میکنم که از اینجا برایی. بچم کی برات گفته که ما به کمک تو ضرورت دارم؟ ما به زودی از اینجا آزاد میشم، فهمیدی؟ های گپ ما بشنو. میگم او آدم ها نیترانه مرا زنده میمانن. گپ فهمیدی؟ بچه او آدم ها دیگه کی هستن؟ تو چرا از او آدم های قدر میترسی؟ صبح آزاد میشی. با این آدرس بود. از ما فقط گفتم بود. دیگه هیچ چیز نمیفهمم. کی تو رو روان کده او آدم؟ صبح آزاد میشی. با این آدرس برو. از ما فقط گفتم بود. دیگه هیچ چیز نمیفهمم. روز خوش. تو پیش علی رفته بودی؟ یک مشکل بود به او خاطر رفته بودم. نامه نیست. یعنی خواندیش؟ بفرمایین خانم دویگو، کدام چیز کار داشتین؟ نه، ما راستش خدا داده کار داشتم.
خسته نباشین. نخوانده. بله مادر. سفدا؟ جان مادر تو گریان میکنی؟ نه گریان نمیکنی. چی شده جانم؟ مادر به من خانم سفدا گفت قسم حال رسمی گپ میزنه. کی؟ علی سرم زیاد قارس بسیار سرد رویه کرد. رسما مرا از زندگیش بو کرده. حتی نمیخواه گپ ما گوش کنه. جانم یک دانم گپ ما گوش کن لطفاً. مام نمیفهمیدم میگه او شرکت اویگار خریده بود. نمیفهمیدم. موضوع فقط اویگار نیست جان مادر. تو آدم باید از زندگیت بیرون کنی. حالا که از تو دل کنده ای قسم از دور شده دیگه تو امور نبی دخترم. دلیل شخو میفهمی جان مادرم تو نیست؟ میفهم حداقل مرا آدم بد فکر نکنه. اینه طاقت نمیتونم مادر. بیازو از خاطر کار پدر ما از هم جدا شدیم. صحیح سوام قبول است. مگم حداقل درباره ما فکر بد نکنم مادر. مرام پریشان نساز جان مادر. حالا تو کجاستی ها؟ من پیشت بیایم تو را خانه بیارم. ضرور نیست. باز بعدن گپ میزنی مادر. ما بعدن زنگ میزنم. درست است جان مادر. خیریت از خدا داد. چی شده؟ نمیفهمم چی شده. تو حالا مرا تعقیب میکنی؟ نه که قارت آمد. بله. خیلی تو کس من از پشتت نمیایم. کدت قدم میزنم. تو دیوانه سی ها چرا باید که تو قدم بزنم؟ خیلی چی کنم؟ اما قسم استاد باشم. چه قسم استاد باشی؟ ای قسم استاد شویم که چی شب خدا داد؟ گپ میزنیم. درباره چی گپ میزنیم ها؟ درباره یگان چیز گپ میزنیم. مثلا صدقیت بچسبم نام مرا تو از کجا میفهمی؟ پیشتر خدا داد گفتی نه؟ در منطقه تو کسم از که نمیتونه نفهمم. تو در این منطقه زندگی میکنی؟ بله. خیلی من تو را قبلا ندیده بودم. اینجا نبودم، در ازمیر بودم در پانتون. اما ملاوده چرا ایگه پاره به این میگم. تو از من چی میخوایی؟ الا برم بگو. من خواهی چیز نمیخوایم. تو از من کدام چیز میخوایی؟ برای چی بخرم؟ برات گل بخرم؟ آی با کدام مناسبت؟ صبر 2 دانه گرفتم یارم. تو دیوانه هستی؟ همه گل من نمیخوایم. حلوا بخرم؟ حلوای چی؟ حلوای تابستانی. اسکی بیا. ازگی گفت. نامکش ازگی است. ازگی جانم. خدا داد. دویگاه خواه؟ خدا داد. گوش کو چی میگم. ما یک گپ میگم اما این گپ بین خود ما باشه، درست است؟ باید بین ما باشه؟ سایز باشه بگو دیگو خور. ما در دکان استاد علی یک نامه مانده بودم. باید معلوم کنی که او حالا کجاست. سایز خور. ما از مولا علی پرسیده دوباره پیشت میایم. نه بدونی که از کس پرسان کنی باید پیداش کنی. یعنی ضروری است باید پیداش کنی. سایز خیمه نامه را پیدا کردم میایم. اما گوش کو. امی که او رو پیدا کردی به کس نشان ندی، مستقیم به ما بیارش. گفتی به هیچ کسی نشان ندم؟ سایز خدا کنه که در دست کسی دیگه نفته. نه خدا داد چی میکنی؟ چی رو میپالی؟ هیچ
دویگو خواهر گفت که به کس نگویم که اینجا یک نامه سوره میپالم. گفتی نامه؟ نامه چی؟ گفتن نمیتونم ملا صاحب. دویگو خواهر گفت در بین خود ما باشه. خدا داده این خو میبینی کدام نامه ماما نیست. خیمه پس پیش دویگو خواهر میرم میگم در اینجا نامه ماما نبود. ما برات نگفته بودم که سر دل خود کدام کاری نکنی و بچه. کمی آیسته، مهمانایم در پایین هستن. حال مهمانت هم گفته بودم از یکی اینا را در خانه نان متی بس نبود که باز رفته او شرکت خریدی که دخترشان در اونجا کار میکنه. تو میخوایی چی کنی ایگار؟ نه که فکر کردی با این قسم کارات او دختر عاشق تو میشه؟ کاکا به خاطر بدست آوردن سفدا بسیار نزدیک شدیم، دخالت نکن. اگه من دخالت نمیکردم تو مرده بودی ایگار. تو را همی دیروز از دسالی نجات دادم چقدر زود فراموش کردی. از خاطر او دختر خود از ذلیل نساز. فقط دلیل زنده بودن ما او دختر است کاکا. طرف ما بیبی ایگار، عقلت سر جاش بیار. اینا را باید از اینجا روان کنی و هم زود. او شرکت هم پس میفروشی فامیلی؟ کاکا کارو تغییر کرده. سفدا از این بعد علی را دیده نمیتونه. علی بعد از این حق ما هیچ کاری نمیتونه. ایگار یک بارم که شده عاقلانه فکر کو. خود از بلندی پایین مندازی اما میگی نمیمرم. میموری بچه، میموری. نمیخوایم هم تنها کسی که وارثم است جسدش گور کنم. گوش کو چی میگم که تو دختر و خانوادهش ارتباطت کاملا قطع میکنی. اما ما برو قرار داده بیارم، بهتر است یک بار بخوانیم. نه خواهر پیداش کرده نتونستم. ملا علی هم نمیفهمه. صحیح سفدا خواهر. خدا داد. سفدا خواهر، نام دویگو خواهر گم شده. تو اون نامه رو دیدی؟ من نمیفهمم. ندیدی؟ این ببین سفدا جان، در اصل مشکلی است. ببین در اینجا چی نوشته کرده. اگر این قرار داده فسخ کنی 500,000 لیره باید بپردازی. دایی چی گپ است؟ تو چه کار کردن میتونی؟ آسان است که خدر پول با کار کردن بپردازی. آقا ایگار تصمیم گرفته که پول بپرداز. زمانه تو شده. اینی که تو میخوای قرضا رو شوی دختر. امی قسم بهتر است. سایز بس است دیگه. دیوان همیشم دلم بیخی تنگی گرفت. سفدا خواهر قربانت شم، کدام چیزی شده؟ آی با تو چی ها؟ تو از اینجا برو. زود شو. عجله کو. گفت برو. آی خوشت میایی کار کنی چه تو؟ خدا داد نرو صبر کو. آفرین به خدا. بعد از دختر تو با جایی که به این آدم فکر کنی به او آدم ها فکر کن که بیکار میمانن. چطور یعنی؟ ایچی ربطی به ما داره ها؟ یه قسم ربط داره که این شرکت غرق شده بود فهمیدی؟ با آمدن تو نجات پیدا کرده بود. تو حالا اگه ایره فسخ کنی اقدر انسان ها بیکار میشن. فکر میکنی اونا آرزو ندارن؟ اونا هم دقیقا مثل تو آرزوی داشتن یک خانه خوبه دارن. سایس بخص میریم. کجا؟ میریم که تو ایگار گپ بزنم. تا وقت خلاص شدن پروژه در شرکت هستم، اما بعدش هر کس باید برای خودش بره. آلیس میفهمیدم بسیار دوستت دارم. زود چو که بریم. عجله کن. اینا را بگی
حق به او آدم است. آمدیم در قصر آقا اویگار زندگی میکنیم. حالا کاکایشم سر اویگار قار شده. چی میگی ها؟ چی میگفت؟ میگفت شرکت بسته کن، هم از این خانواده هم از دخترشان دور باش. توبه توبه، ای آدم از ما چی بدی دیده که تو میگه ها؟ در پشت دخترم هم چرا گپ میزنه؟ چی بفهمم کوکسال؟ فقط گفت اینا رو از خانه بیرون کن و از علیان بسیار میترسه. از علی کی است که نترسه خیریه؟ کوکسال، بیبی کوکسال، مشکل اولادای ما حل شده. ما دیگه از این خانه بریم چی میشه کوکسال؟ سفدا، او آدم هنوزم میبینه یا نه؟ نه جانم، دیدن چی نمیبینه. اون موضوع بسته شد کوکسال، خلاص شد. گپای کاکای ما به دل نگیرین. در این روزا حتما کمی قارست از خاطر اوت یک چیزم امکان داره آقا؟ ده اصل شما به دل نگیرین آقا اویگاریانی. کلی چیزا به خاطر ما شده. ما بیازو میخوایم که سبا خانه خود بریم. اما تو نیست کوکسال جان؟ البته بله. اتو کدام چیزم امکان داره؟ چند دفعه براتون گفتم که اینجا خانه شما هم حساب میشه. لطفاً اویگار بیادر، خانم چیدم زنگ زده بود، گفتن یک پیشنهاد نو آماده. از اون خاطر خواستم برم یک بار از زنسیک ببینم. ببین شیر بچیم چطور کاراش صحیح پیش میبره. این بچه مثل الماس است. حالا بلو ببین که اونا چی میخواین. درست است. برو بخیر بری. سینان در رابطه با اتفاقات شرکت به شما کدام چیز گفته؟ یگان چیز گفت. اگه میخواین که ما براتون کل چیزا بگویم تا که شما با خبر شوین، بریم بشینیم. بیاین. خانواده اطلاعات اختطاف کردن پیلوت. با او بگو اگه گپ نزنه کلشانه میکشم. کلشانه. اطلاعات دیگه گپ زدن نمیتونه بدهد. یعنی چی که گپ زدن نمیتونه؟ باید گپ بزنه. مرد. چی؟ تشویش نکن. اما من از او بازجویی کردم. یکی قاتل ارنیکو کی است ایران فهمیدم. کی است؟ قاتل پدرم کی است؟ پیلوت بگو بچه را گرفته بریم کلشان از بین ببریم. قاتلای پدرم کیا هستن بگو پیلوت. نظر به گفتی اطلاعات تنها یک نفر است. چی؟ گفتی تنها یک نفر؟ بله. یعنی یک آدم تک و تنها ارنیکوی بزرگه با او قدر نفرش از بین برده میتونه لوده؟ با تنهاییت قسم میخورم. علی هرغلو کی از ای علی هرغلو؟ در وقتا در دولت کار میکرد. حالا همه چیز علاقه ده. او کارا را نمیکنه. حال پابندی مسائل دینی شده. حتی با نام ملای استاد صداش میکنن. وقتی از اینجا آزاد شدم باز برات میگم. نه پیلوت حاله برام بگو. گپا دراز نکو ودت. گفتم وقتی برآمدم میگم. پیلوت من منتظر بودن نمیتونم. هم یاله برام بگو. گفتم وقتی برآمدم میگم. پیلوت منتظر برآمدنت بودن نمیتونم. هنوز جزات قطعی نشده. معلوم نیست چند روز دیگه بندی خود بودی. بگو پیلوت زود شو برام بگو. صبح آزاد میشم ودت. چطور؟ یک نفر مرا صبح از اینجا آزاد میکنه. یکی کی است نمیفهمم. اما وقتی برآمدم خود فهمیدم. خب دیگه آقایان ملاقاتتان خلاص شد. بس از دیگه. ودت بدارم. تا صبح صبح خداحافظت. متوجه خودت باش. خدا داد؟ ملا صاحب سفدا خواهر دیدم زیاد جگرخون بود. زیاد گریانم کرد. بسیار گریان کرد. میگفت دیوانه شدیم. دلم تنگی گرفتم. مام زیاد جگرخون شدم. در کجا دیدیش؟ در پایین در باغچه چای. کتش توکچه خواهرم بود. میگفت اگه قرارداد فسخ کنی باید 500,000 لیره بپردازی. آفرین توکچه، در کارت موفق شدی. برات اقدر پول بتم که هیچ جمع کردن نتانی توکچه. چند دقیقه بود میای کتت گپ میزنه. سایس باید قد کنم.
تو دا اینجا چی میکنی؟ پشت تو دق شده بودم. بگو باز چی میخوایی؟ سفدا دایی شرکت تو کار میکنه ایگار. امکان داره. دایی چی گپ است؟ کار کردن کسی که از تو بدش میایه. دایی شرکت به نظرت کم عجیب نیست؟ نه چرا عجیب باشه علی. رابطه ما و سفدا کاملا خوب است. تو را با چی تهدید کردی ایگار؟ ما چرا او را تهدید کنم؟ با ما چی فایده میرسانه؟ سر کسی که با زور کار کنی فقط نفرتش زیاد میشه. به خاطر قرارداد تهدیدش کردی اما ترس از او ترساندیش؟ تو قبول کردن نمیتونی اما تو نیست. ای که سفدا کت ما کار کنه قبول کردن نمیتونی. اما قبول خواد کردی علی. تو از ای بابات بسیار چیزا را قبول خواد کردی، متوجه باش. حتی در فکرت هم نخواد گشت. بخیز بیشرف بخیز با ما حقیقت بگو. اون حقیقت ده اونجاست. مثل او انسان معلوم میشه که هیچ از کارش خوش نباشه. میبینه سفدا بدون تو کاملا خوش است. کسی که سفدا را جگر خون میکنه من نیستم، او تو هستی. و کسی هم که به نجات دادن نیاز داره سفدا نه، تو هستی علی. خوش آمدی. بیا بیشی. ضرور نیست. آمده امروز گپ بزنم. سایس گپ میزنیم. تا وقت پروژه خلاص میشه تصمیم گرفتیم کار کنم. خوب است. تصمیمت درست است. فقط این کار من هیچ ربطی به تو نداره. اینو بفهم. به خاطری که این شرکت یک روز بیشتر از این ضرر نکنه و کارمنداشم از روزی نمانن. و البته مهمتر از همه ای که دوباره از تو قرضدار نشم قبول کردم. گپا گرفتی یا نی؟ بله سفدا. پروژه که خلاص شد این کارم خلاص میکنم. سایس هر قسمه که خودت بخوایی. خوب است. ملا صاحب زنده باشی، زیاد مزه‌دار است. نوش جانت خدا داد. ملا صاحب از سفدا خواهر کدام خبری است؟ نه. دیگه ضرور نیست. به چی ضرور نیست ملا صاحب؟ به هیچ چیز. اما تو سفدا خواهر دوست داشتی نه؟ خدا داد. این گپ دیگه از کجا شد؟ وقتی رسیده که باید چانه ببینم. خیلی به زندان میریم ملا صاحب؟ سبا یک بار به زندان رفته میبینیمش. ایره باید بفهمیم که نام کی را به ما دروغ گفته. ببینیم که به سازه کی میرقصه. از اونجام شاید یک را به خاطر رسیدن به بیادرم پیدا کنیم. انشالله ملا صاحب.
مزه‌دار است. یک نفر کی هستی و با کی کار میکنی را نمیفهمم، اما طالات بیادر ما در اینجا با دست یکی کشته شده و تو ماران بودن میتونی. تو به تشویش من نباش، من به از او صبح آزاد میشم. تو خمی امروز آمدی، صبح کجا آزاد میشی؟ اینجا را خانه خاله فکر کردی چی بلا؟ حالا دنبک و دولک جمع که بچیم، حالا که تو بازی کده نمیتونم. تو کی را بچیم میگی ها؟ احمق! اگر نمیخواین که استخوانه تان میده کنم پیش نیاین، در جایتان ایستاد باشین. برین گم شوین! ملا صاحب آقا کرد آمده. چند دقیقه ما را تنها بان. ملا صاحب آقا کرد میخواه تنها باشه. بیا که ما تو چند دقیقه بیرون بریم. بیا زود، دلم در خانه تنگ شده، کمک هوای تازه بگیریم. تو از اینجا برو، خدا داد من اینجا می باشم. صحیح است ملا صاحب. بگو مشنم، میخوای چی بگویی؟ تو امراین وعده کده بودی چانه نباید میکشتی. چان مرده؟ علی که تو ما بازی نکو. کسایی که امرای ما بازی کدن حال در دنیا نیستن. چرا آدم کشی؟ تو چرا قدر آرام هستی؟ هرچی که تو بگی من تو میکنم مولا علی. کسی هم از پیش تو فرار کدا میتونه؟ کسی را که بخوایم بکشم باز به پلیس چرا تسلیمش کنم؟ ها؟ اگر میکشتمش خب میگفتم که کشتمش، مرا خب میشناسین، دروغ نمیگم. وقت گفتی که آن مرد باز ما من قسم گفتم دیگه. اگر نتوان میفهمم که تو دروغ نمیگی. خب چه قسم مرده؟ گزارش دادن که خودکشی کده. با غیر از تو دیگه هیچ کسی جرأت نمیتونه که در زندان بره و نفره بکشه. باز بگویه خودکشی کده. از این معلوم میشه که دیگه نفرام هستن که میتونن این کارا را بکنن. نه، اگر تو این کارا نکده باشی گزارش خودکشی راست است. چون به من دروغ گفته بود. چه قسم دروغ؟ گفته بود که سینانه نمیشناسم، اما ده حوزن نامش داد. بعد از گذشت چندین سال دفعتاً در زندگیم آمد و به زودیام از زندگیم برآمد، مثل کسی که وظیفه خود انجام داده بعدش رنگ خود گم کنه. تو آمق بجا نبستی، اما این موضوع به ما کم عجیب معلوم میشه. بیا که چند دقیقه با هم گپ بزنیم.
ای که جهان ما کشته موخو کدام چیز نفهمید نه آقا. نه اما باور داره که کسی چوب ساختش. بیادرش پیلوت سبا بادرسته که گفته میایه یا نه؟ باز میبینه اما اگه نبیایه بدیلش هم میپردازه. سفدا کجاستی؟ خواهش بردت چو باش. چی شده؟ چرا سفدا خو کده؟ نیک نمی گفت اینجا نمی باشه. گفتمش که خواهش بردت چو باش. تو چی میکنی؟ تو چی کردی؟ چرا عکس گرفتی؟ تو پولی را که به حسابم روان میکنی اومده بساز. من حالم میبرایم. علی دیگه هیچ وقتی حتی طرف سفدا سیلام نخواد کرد. آقا ایگار؟ خانم خیریه؟ چی شد؟ یعنی سفدا چطور قانع شد که در اینجا باشه؟ آی راستش سینان کم درد داشت. گفت خواهرم پیشم باشه. او منتظر مان تا سینان خو ببره. حتما خودشم خسته شده خوش برده. من یک بار رفته میبینمش. درست است آقا ایگار؟ درست است. شکر که هستی علی. باز میبینی. استاد علی شب بخیر. شب بخیر. آی بسیار میبخشین من در این وقت شب مزاحمتان شدم اما موبایل من خراب شده. باید به مادرم زنگ بزنم. میشه یک بار ببینین که چی مشکل داره؟ البته بتین میبینمش. زنده باشین. روشن شد. هیچ خراب نشده بود. زیاد میترسم از او خاطر. صحیح است مهم نیست.
سلام. خوب شد که بخیر آزاد شدی. زنده باشین. آقا پیلوت واقعا خوب شد بخیر آزاد شده. خوب شد بخیر گذشت. زنده باشی. با آمدنتان واقعا مرا متعجب ساختین. شما از اینکه من امروز آزاد میشم ودت تو برای اینا گفتی؟ بله ما گفتم پیلوت. ما وقت دوستتان دیروز درا دیدم درباره صحتتان پرسان کردم. اینام زنده باشن به ما گفتن. ما اینجا اومدیم. زحمت کشیدین. زنده باشین. استغفرالله زحمت چی؟ مرا زیاد خوش ساختین. اما زیاد خوش شدیم از اینکه شما آزاد شدیم. چطور که قضیت آزاد شدی؟ من خود نفهمیدم. یعنی که ما از زندان آزاد شدیم تو خوش نیستی همون طرز هیچ تو امکان نداره جانم. چهار چشم منتظر بود که شما آزاد شوین به خاطر او قدر خوبی که ده حق ما کردی. فقط کنجکاو شدم. خوب شد آزاد شدی. معلوم دارست وقتی او شخص شکایتش پس گرفت ما آزاد شدم دیگه. به هر صورت بسیار خوب شد. پس خوب شد بخیر آزاد شدین. با هم یک جای قهوه میخوریم. اما تو نیست بریم دوی گو. نه یک کار بسیار عاجل داریم پیلوت. ها بله متاسفانه یک کار بسیار عاجل دارم. اگه قسمت شد یک روز دیگه. سیس خوب شد که بخیر گذشت. از اینکه این کار کردی خوش شدی ها. بسیار کار خوب کردی دخترم. چرا مادر باز ما چی کردیم؟ دیگه چی کنی دخترم؟ ازت پرسان میکنم دخترم اما تو هستی که همه قسم دارت چوب گرفتی هیچ چیز نمیگی. و آدم کار داشت میرال. وقت دل یک آدم از رفتن سیا کنی باز برات میگه که کار دارم. دیگه چی بگویه ها؟ اوف مادر اوف. واقعا معذرت میخوایم. نمیخوای طرفم سیل کنی؟ زیاد جگر خونستم باور کن علی. ای که شرکت اویگار خریده بود نمیفهمیدم. لطفا این قسم نکن. تو وقتی قار میکنی کل دنیا سرم تاریک میشه. طرفم سیل کنی؟ سفدا چی میشه مرا درک کن. دلیلش هرچی که از باشه از اینکه در اطراف آدم باشید تحمل کردن نمیتونم سفدا. درست است. دیگه نیده شرکت و آدم و نیده خانش پای من میمونم علی. دفعه دیگه اصلا حتی روی شام نخواد دیدم. بعد است.
چی میکنی؟ صبح بخیر. خوب خواب رفتی نه؟ با کدام صورت در اتاق من داخل شدی ها؟ راستش به خاطر از اینکه چای صبح آماده است ما آمدم که تو را خبر بدم. من چطور تونستم در اینجا خواب کنم؟ سفدا ما کل عمر زندگی ما در این خانه تیر کردیم، اما هیچ وقت به اندازه امشب خوش نشده بودم، چون که تو در اینجا خواب کرده بودی. کل چیز بسیار مقبول شده بود. سفدا میشه که از اینجا برایی؟ معذرت میخوایم، چای صبح آماده است، بیا که بریم. من منتظرت هستم، بیا. اینه به تو آملت مزه‌دار پخته کردی. مزه‌دار معلوم میشه اولا. من رو دعوت نمیکنین مناسب؟ حالا اویگار یک دقیقه گوش کن. دیشبم کوشش کردم برات بفهمونم از اینکه در شرکتت کار میکنم و از اینکه اینجا خبرم برد اینا هیچ کدام دلیلی ندارن. در حسی که نسبت به تو دارم هیچ تغییراتی نامده. خیلی بلیوز خدا کاری نکن که مجبور شوم برات بگویم که ازت چقدر نفرت دارم. لطفاً. من با خاطر کوشش میکنم سفدا. میفهمم هیچ نمیخوایم به عشقت گستاخی کنم، اما اجازه بده نفرته که نسبت به مداری از بین ببرمش. درست است؟ حالا بیا که نان سرد میشه. حالا خیریت است پیلوت؟ استاد که تو به خودت یک تاکسی بگی به خانه برو. حالا ما هم رایتان میروم. نه این مسئله مربوط موعدت میشه، تو برو دخالت نکو. حالا ودت تو برو اونجا بشی، من موتروانی میکنم. آی پیلوت برو بشی گپا کم کن. آی پیلوت مرا دیوانه نساز. پدر ما را کی کشته بگنی؟ اصلی همه کجاست؟ این دیگه آخرین چای صبح ما در اینجاست. از شما بسیار زیاد تشکر آقایگار. خداوند ازتان راضی باشه. خواهش میکنم. حالا دیگه ما یک خانواده حساب میشیم. کاش که یک چند وقت دیگه میبودین. حتی بسیار زیاد ماندیم آقا. زیاد وقت است که مثل یک خانواده زندگی کردیم. همراهتان بسیار عادت کردیم. باور کنین آقا کوکسال. اویگار بیادر، به خاطر کارایی که برام کردین تشکر. این دیگه چی گپ است اینان؟ من از شما تشکری میکنم. همیشه براتون میگم که خانه کلان است. هر وقتی که خواستین بیاین اینجا باشین. آقا کوکسال زیاد خوش شانس هستین. سینان مثل الماس است، با تربیت، صادق. اینا نور چشمم هستن. امی که اولادایم خوش باشن دیگه چیز نمیخوایم. به هر پدر اولادش مثل جانش است.
خداوند هیچ کس از اولادش جدا نسازه. آمین آمین جان مادر. سفدا تو مال همراه ما میری اما تو نیست جانم. نه پیش توکچه میرم، پس آنم باز به شرکت میرم. باش من تو رو میرسونم. ضرورت نیست. اینجا منطقه ملالی نیست. بیادر تو صبر مرا لبریز میسازی. آیا ما چرا اینجا آمدیم بگونه چی شده؟ صبر کو چرا بیوار هستی؟ اینجا چی گپ شده؟ نمیفهمم اما چند دقیقه بعد خود فهمیدیم. حالا شما دیگه کی هستین آقایان؟ از ما چی میخواین ها؟ سلیمان کمال، تو امروی ما نمیایی؟ تو کی هستی بزرگوار؟ تو نام مرا از کجا میفهمی؟ گپا دراز نکن، زیاد وقت نداریم. چی را دراز نکنه؟ از پیلوت چی میخواین؟ ودت ودت تو کی هستی لعنتی؟ امروی ودت چی کردی ها؟ شما را از بین میبرم لعنتی ها! بخشش باشه دیگه پیلوت، امر از بالا جای است. هیچ عادت نمیشناسی، هیچ. لعنتی ودت چی شده بچم تو را؟ احمق! شما کی هستین ها؟ چی میخواین از ما؟ چی میخواین؟ از ما چی میخواین؟ نه زود باش، ودت غمش بخو. نخیر نخیر نخیر، طرف ما بیبی دست نزنی، فهمیدی؟ دست نزنی، تو را میگم دست نزنی. پیرکی تو را میگم، گپا نمیفهمی برای تو میگم. به غیرت نکو خرازش نگی. ودت 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 احمق، امروی ودت چی کردی؟ احمق، تو را از بین میبرم، دانه دانه از بین، دانه دانه از بین میبرمتان، فهمیدی؟ فقط ضعف کده گپای را که دوباره نیکو میزنم، هیچ کدامش مربوط تو نمیشه. او آدم تو هستی ها؟ کسی که در پشت علی هرغلو استاد است تو هستی؟ انسان پست، کسی که به من او آدرس روان کده تو هستی؟ دست یکی که در نیکو را از بین برده نمو تو رسنه لعنتی؟ تو ما را نمیشناسی، اما خدا برات معرفی میکنم. ما قسمه که توقع داشتم به گفم نکدی. بله، ما تو را از اونجا کشیدیم،
آدرس هم روان کردیم، اما تو به او آدرس نه، به انتقام گرفتن آمدی. این کار قسم نمیشه. کلتان از بین میبرم، قبر کلتان خودم میکنم، فهمیدی؟ اگه کم یا عقل داشته باشین مرا امیال دم اینجا میکشین، فهمیدی؟ زور کم قهار زیاد. درباره یگان موضوع باید گپ بزنیم. همراه ما بیا. وداد رفت. تو بازم پشت مرا گرفته خدا داد، اما بس است دیگه. شاید این دفعه تو پشت مرا گرفته باشی جانم. تو متوجه هستی که چی میگی؟ مولا علی یک بار برم گفته بود که زمان مثل یک چتری بسیار بزرگ است، هر قدر که آدم بگرده بازم پس ده امو منطقه میآید. ما در زمان مسافرت میکنیم، یکی که پیش از کی پشت سر فهمیده نمیتونیم. مولا صاحب به من قسم گفته بود. تو چی میگی خدا داد؟ من هیچ نفهمیدم. در وقتش یک دختر بود که من او را زیاد دوست داشتم، اما او مرا ایلا کرد. مچم نامش چی بود؟ تو خوب بخی مثل امو وریستی. تو را که دیدم باز نام از او یادم رفت. تو میفهمی نامش چی بود؟ من هیچ مثل او نیستم خدا داد. اوف، حالا باید دقم تو لوده بانم ها؟ گفت باید دقم تو لوده بانم. رفت. پیلوت بیادر بسیار تشکر. خواهش میکنم.
سفدا؟ علی حتی طرفم سیلام نمیکنه. قسمتم رویه میکنه فقط دشمنش باشم. من بدون علی حتی زنده بودن نمیتونم توکچه. چت یاد نگو سفدا. ایگه پادگه چی مانا؟ چرا زنده بودن نمیتونی؟ درست است، زیر تاثیر آدم رفته بودی، اما دیر شد. دیر نشده. هر روز بیشتر از دیروز میشه. بیشتر میشه. فکر میکنیم ما هیچ وقت عاشق نشدیم، هیچ درد نکشیدیم. کشیدیم، اما این قسم مثل تو در اولین جنگ شکست نخوردیم. ببین سفدا، آقا ایگار واقعا تو را زیاد دوست داره. درباره او بیشرف کتم گپ نزن. سفدا، کسی را که بیشرف میگی تو را زیاد دوست داره. اگه همیشه چهره بدش دیدی به خاطر ای است که تو برش روی ندادی. او آدم عاشق تو است. اگه این قسم یک آدم باشه و مرا اقدر دوست داشته باشه، باز با اقدر دارایی. ببین، اگه میخوایی علی را فراموش کنی، باز با قایگار یک چانس بده. دیگه چاره نداری. من میرم که علی گپ میزنم. آی صبر کو سفدا، کجا میری؟ بلی چی خود گفتی؟ کدام چیزی برام میگفتی؟ نه تو؟ نه چی گفتم میتونم برات؟ فقط آمدم چند دقیقه قدم بزنم. ما خوب است. خوب است. ده سلاله که مقابل شدیم باش بگویم. امروز تو چرا او قسم طرفم سیل کردم میرفتی؟ چه قسم سیل میکردم؟ شما را چی شده خانم سفدا؟ واقعا شما را شناخته نتونستم. حالا دیگه در خانه آقای گارم میباشین. اگه ای پلانه داشتین چرا از اوی قدر فرار میکردین؟ حق و ناخلگی را مصروف ساختین. معذرت میخوایم مولا علی، بار دیگه شما را مصروف نمیسازم.
بچه مو اصل حرکی و چه قسم خالی کد بیادر ما کی اختطاف کرده اکرم چی جریان داره همراه ما کی بازی میکنه ها؟ نمیفهم اما هر کسی که از بسیار قوی است بدهد. تو چی میگی؟ ما در وقتش همراه بیادرم با جای دریا جوی خونجور کرده بودیم. قوی بودنشان با ما چی فرق میکنه؟ فقط یک بار بفهمم که او را کی اختطاف کرده. گوش کو چی میگم. او روز بعد از اینکه من از موتر پایین کردین شما کدام جایی رفتین؟ البته بچه با منطقه مولا. بیا اکرم بیا. این بار به شما یک کاغذ پران بسیار کلان جور میکنم. زیاد بلند خاط رفته. برستی؟ برستی؟ صبر. کاکا خدا داد متوجه باش از پشت متوجه باش کجا میری؟ اوف اوف بیادر 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 ایسو بیادر ای از پیش تو افتاد. در موتر لوری تا اینجا آمدم. اگه نمی آمدم بکسکتا پیدا کرده نمیتونستم. ملالی یک بار گفته بود که چی گفته بود یادم رفت. حالا تو که قسم سیل کردی بازو یادم رفت. هست تو باشه. برستی؟ البته برای توفه باشه. خدا کمت نکنه. بچگک. خیریه کل چیز آماده است؟ آماده است فکر کو که جمع استیم سینان بیایم ابراهیم. خوب است. آی کوکسال قایگارا زیاد به زحمت ساختیم حال ما را تا خانم میبره. چی کنم خیریه؟ ما گفتم که خود ما میریم اما او آدم شله گرفته که ما میرسانمتون. به خاطر سیفدا کاکای آقایگارم سرش قار شد. کوکسال ما نباید اینجا میامدیم. خب خیلی چی میکردم؟ در جنجال بودیم دیگه چاره نداشتیم. بیازو کلا چیز به خاطر علی شده. کوکسال بس است دیگه. علی نگو بس است دیگه. کوشش میکنم که فراموشش کنم. ولی از خدا چی میشه او کارو وحشتناک دیگه به یاد من نیار. چی میشه کوکسال؟ سیفدا اجازه نمیده که فراموش کنم. هر روز به یادم میاره. حق به جانب نیست. ها کوکسال حق به جانب نیست. بس از خیریه بس از قربانشم سرم زیاد فشار نبیر. خسته شدیم از این زندگی با خدا خسته شدیم. تو قار خدا شوی. بریم. تو هنوز نه. تو حال میری و خانه اونا را در میدی. فهمیدی؟ نفهمیدم. او تو کدام چیزی نیست که تو نفهمی. میری و خانه کوکسالا در میدی با حالت میرسانیش که قابل شیشتر نباشه. چرا قسم یک کار کنم؟ به خاطر که دیشه و سیف داده اینجا ماند. در خانه ما برای اولین بار وقتی که خواب بود طرفش میدیدم. بعد هم صبح هم چای خوردیم. فقط به می خاطر. حالا دیگه عجله کن. آیگاه کم زیاده روی نمی کنی؟ صاحب حالا دیگه درست است. دکتر من دیگه خانه میرم. شاور میگیرم کالمه تبدیل میکنم با شرکت میرم. کجا میری؟ باید برای میگفتی که همراه علی چی گفتی؟ قهوه آماده میکنم. حالا دیگه نی باز بعدن. سیفدا خواهر ببین مولا علی.
بله میبینم خدا داد. چرا نشان میدی؟ چرا گپ نمیزنیم؟ ملا صاحب زیاد جگرخون میشه. نه جگرخون نمیشه. جگرخون نمیشی ملا صاحب؟ نه خدا داد. چرا باید جگرخون شوم؟ دیدی خدا داد. چرا باید جگرخون شوه؟ تو به خاطر چی آمدی خدا داد؟ یک نفر به ما بکسک پول توفه داد. کی؟ نمیفهمم، نمیشناسمش. بتی خدا داد. ما هم به شما توفه میتم. ها ملا صاحب از بین شیبر آمد. چرا اینجا آمدی؟ ما اینجا را خوش ندارم. بیا که خانه خودمو بریم. بعد از دیگه هم اینجا خانه ما سلیمان. یعنی مادر و پدرمو اینجا میاین؟ بله اما حالا نه. راست میگی بیادر جان اونا حتما میاین؟ حتما میاین سلیمان، اما باید زود بیاین. ای بیادرم از خدا داد. خدایا خیزمی خاطری را به من توفه داد. های خدایا تو چقدر مهربان هستی. ایره کی به تو داد؟ در کجا؟ برام بگو خدا داد. ما در منطقه پایین میرفتم که دیدم بکسک یک نفر افتاد. فقط که بکسکش دوست نداشته باشه. بعدن هم بکسک دمه داد. حالا بریم خدا داد. با جایی که بکسکه گرفتیم میریم. اگه بازم ببینی و آدم مشناسی؟ مشناسم ملا صاحب، در منطقه پایین بود.
ikimiz kalsak yıldızların altında. ملا صاحب من خدا در پشت لاری گرفته بودم. از اینجا یک قسم به خوشی خوشی تیر می شدم. بعدا از موتر لاری در همین قسمت پایین شدم در اونجا. یک قسم از سرک پایین در خوردم. وقت داخل سرک دوم شدم باز طرف راست در خوردم. وقت موتر آهسته شد باز من خدا از لاری پایین انداختم. بعدا دیدم که بکسک پولش رفتید. از پشتش رفتم صدا کردم بیادر گفتم بکسک رفتید پولت نمیگیری؟ منظورم از همون بکسکش است ملا صاحب. سلام علیکم، خسته نباشین. علیکم السلام. بفرمایید مولا علی. یک موضوع کوچک رخ داده، میشه که کمرای امنیتی یک بار ببینم؟ بله بله بفرمایید. تشکر. سفدام تا شب حتما میایه بخیر. میایه تشویش نکنین. اویگار بیادر در نان شب امرای ما می باشین نه؟ والا سینان هیچ نمیفهمم. به نظر ما قایگار گفتین که امرای ما عادت کردنی، پس نان شب امرای ما بخورین. والا نمیفهمم. سفدا چی خواد بگویه؟ نه هیچ چیزی نمیگه. شما در قصه کارای اون نباشین. سفدا به کم وقت ضرورت داره. خوب است، یعنی وقت شما قصه میگین باز ما بسیار خوش میشم. بسیار حالیز. ملا صاحب بیبی من در پشت لاری هستم. بیبی آدم بکسک خود انداخت. بیبی گفتم که آدم بکسک خود انداخت. اونو جسمم گرفتم و بکسک برش میبرم. بیادری آدم کی است؟ او را میشناسی؟ اون نجمه کی صبور است. من چون در اینجا چی کار دارم؟ گفت کی صبور است. این آدم در کجا می باشه؟ کدام جایی برای بود و باش داره؟ من نظرم که برق شارتی کرده، کل خانه رو دود گرفته. خدا را شکر که در خانه کسی نیست. کوکسال چی شده؟ چی کپ شده؟ این چی وضعیت است؟ چی کپ است اینجا؟ چی شده؟ گفتم خانه ما چی شده؟ خواهر کجاست؟ باشه. گفتم آرام باشه. خانه آرام برگرفته. بیشتر روی طرف بیا. خواهش میکنم کمک کنه. ماره لا کنه. شما باید خبر دادیم. لطفاً پس برین. خواهش میکنم. داخل نرو. چی شده بگوین لطفا. داخل برو. آرام باشه. در قصه مال نشه. لطفاً یکی بگوین آقا. خواهش بگوین. خانه ما به خدا میسوزه. بس از دیگه. کوکسال هیچ در قصه خانه و مال نشو آقا کوکسال. لطفاً آرام باشین. خانم خیریه. آرام باشه. کوکسال یا الله نجات بده. سفدا داخل است. سفدا گفتم خواهرم اونجا. اگه خواهرم چیز شود چیکار کنم؟ خود میکنم. گفتم خواهرم اونجا. خواهر ولی از خدا یک کس گفتم بیلای میگم. سفدا خواهر جان یک کس دختر من نجات بده. خواهر دختر قنده نفس لالا. سفدا
دختر من نجات بده. یا کسی دختر من نجات بده. نجات بده. اویگار بیادر خواهر من نجات بده. اویگار بیادر. سفدا 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 تو خوب هستی؟ سفدا سفدا تو خوب هستی؟ عشقم تو خوب هستی؟ تحمل کن تحمل کن بخیر دیگه بخیر بخیر سفدا تحمل کن سفدا تحمل کن سفدا تحمل کن سفدا سفدا نه سفدا 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 کمک کنه خواهرم خوب است کمک کنه سفدا سفدا دخترم خواهرم خوب است سفدا اویگار بیادر چطور است خواهرم؟ زوشای نو بیاری دخترم زوشای دیگه دخترم چشمای تواز کن چشمای تواز کن نفس دخترم چشمای تواز کن چشمای تواز کن نفس بیادر سفدا دخترم خواهرم چشمای تواز کن خواهش میکنم چشمای تواز کن سفدا دخترم سر دیگه کار نمیشم زنگ بزنه خواهر جان سفدا دخترم لطفا چشمای تواز کن لطفا دخترم چشمای تواز میشه سفدا دخترم خواهش میکنم چشمای تواز که دختر قندم دخترم چی میشه سفدا خدایا هزار بار شکرت هزار بار شکرت خدایا شکرت یا الله شکر سفدا بفرمایید چی گپ است؟ حالا بیا دیگه بیادر مناسب تو را پیدا کرد بالاخره پیدایت کردیم درست از بیادر از من چی میخوایی؟ ای از تو است بله از من است نه از من نیست یعنی که باور کن ما ایره از سرک پیدا کردم از سرک پیدا کرده بیادر تو چیزی را که از سرک پیدا میکنی با زورت توفه میتی؟ چیزایی که در داخلش بود چی شد؟ در داخلش چیز نبود بیادر چیز نبوده راستش در داخلش یک تذکره بود
در تذکره چی نوشته بود؟ نامش چی بود؟ بگو بریم. ما نخوندم بیادر. او تذکره کجاست؟ من نمیفهمم. کجاست؟ او را به دیگه کس دادم. دادشن. بکی؟ بکی؟ با نام صفت به او دادمش. آله پیش اوست. این صفت کی است؟ چطور پیداش کنم میتونم؟ بگو حالا بگو. آهسته آهسته ایجاد کنید. خواهر انشالله که خوب هستی نه؟ سفدا خوب میشه دختر قندم، خوب میشه تو را چیز نمیشه. تو خوب هستی جان مادر؟ خوب هستی نه؟ خوب است مادر، تشویش نکن. آهسته آهسته آهسته. خیره تو همراه دخترم باش، ما پیش روی میشینم. سینان حالا تو دا محترم بالا شو. حالا درست است بیادر. تو متوجه اینجا باش. خدا داد متوجه دروازه باشه، یک کس خواست فرار کنم مانیش میشی. سعیس مناسب تشویش نکن. he بیادر. صفت کدامتون هستین؟ بیادر یک دفعه داخل شد. از اینجا گم شوین. خیرت از بیادر، نیک راه را گم کردی. صفت کدامتون هستین؟ صفت بیادر نیست، برآمد. نامت بگو، اگر لازم شد نامت بگو، اگر لازم شد خودش پیدایت میکنه. گفتم کدامتون هستین؟ تو کی هستی که ما را میترسانی ها؟ اینجا چی جریان داره؟ چی قول مقالک است؟ این رای خدا گم کرده بیادر. خیلی صفت تو هستی؟ شاید صفت باشم، شایدم نباشم، بستگی به این داره که چی میخوایی. پشت یک تذکره میگردم. همراه نبیا، سوال درست پرسم کردی. تو چی میخوایی بیادر؟ فقط پاسپورت میخوایی یا تذکره هم روش میخوایی؟ نه، این قسم نیست. اشتباه در کردی. به خاطر چیزایی که در این بکسک هست اینجا آمدیم. امروز صبح داخلش خالی شده و به تو تسلیم داده شده. نمیفهمم از کی بوده. تذکره، عکسش، کلشان از تو میخوایم. اما پلیس هستیم. کسایی که گم شده را پیدا کنیم و با صاحبش تسلیم کنیم. با جای اشتباه آمدی. ببینین از که در اینجا چی میکنین به من هیچ مربوط نمیشه. صاحبی بکسک جیبی به من بسیار مهم است. از خاطر به نظر من پول بگی، تذکره را بتی که اینجا مشکل خلق نشه. مشکل خلق نشه. چی خوردی که هضم کرده نمیتونی؟ در اینجا کدام تذکره مسکره نیست. رایت بگی و از اینجا گم شو. صحیح است. حالا که پول قبول نکردی، در صورت باید رایگان برم پس بدیش. تو که از سیلاده باز آمدی مرا تهدیدم میکنی. گم شو از اینجا برو، اگر نمیکشمت.
گفتم گم شو. سالاره که دیچه تو ترسی دورم ترسو با سرما همرم نکنه. گم شو از اینجا برو، دیگه هیچ وقتی طرف نیوی. گفتم را برو. لوده عالم ساده سی را برو. دیگه قسم آدم های لوده را داخل اجازه نتین گفته باشو. چی شده؟ کدام چیز از یادت رفت؟ نه، کدام چیز یادت تو رفته؟ چی یادم رفته؟ یادت آمد که چی یادت رفته صفت؟ فکرت باشه بعد از این کسره که نمیشناختی نترسانی. حاله او تذکره که امروز به دستت رسیده کجاست؟ گلش دوره و کس. این نیست. 1983 دیگرایش کجاستن؟ بیادر خدا امروز کلش مقا آمده بود. ببین صفت، تو هنوزم نفهمیدی خدا با کی مقابل ساختی. به خاطر پیدا کردن صاحبی تذکره که پشتش میگردم ماشی نیست که فشار ندم. هر کی مقابلم بیایم مغزایش باد میکنم. بیادر قربانت شم نکن. چرا این تذکره را سوختاندی؟ والا هیچ ربطه با من نداره. ببین صفت، تو از که چقدر به مرگت نزدیک شدی متوجه نیستی. حالا بگوی تذکره از کی است؟ بیادر کارتای آمدن حل میکنم یام تذکره. من یادم از کجا میشناسم. ارنیکو دمکان ارنیکو بود. این تذکره را از کجا پیدا کردی؟ بیادر یکی از نفرای ما آورده. شما میخواین مرا دبلا بندازین اولادو؟ گم شو از اینجا برو.
بیادر والا که از کی است نمیفهمم. اگر نفهمیدی که از کی است پس چرا سوختاندیش؟ ببین صفت، این آخرین سوال می باشه که ازت پرسان میکنم. دستری تذکره نام کی نوشته بود؟ نمیفهم بیادر والا، نام متخلصش ندیدم. او آدم یک دفعه دمکان ارنیکو دیده بودم. او وقت عکسش دیدم اما هم ترسیدم، اما ما او را نمیشناسم. گفتی دمکان ارنیکو؟ سیفدا چطور است جان مادر؟ حالا خوب هستی؟ گفتم که خوب است مادر جان. بیازو دکترم گفتن تشویش نکنین می. خدا را شکر. دخترم بلی از خدا در خانه چی میکردی؟ کم بود که تو را از دست بتیم دخترم. از آقایگار قرض ما زیادتر شده میره، ولی اگه جانتانه در خطر انداخته در بیناتش رفته دختر من نجات نمیدادین باز. بله همین قسمت خواهر، وقت تو را در ولاد دیدیم وضعیت بابی مادرم خراب شد. ما هم کوشش کردیم که داخل برام اما پلیس ها مانع نشدن، اما مانع بیادرم شدن نتونستن. بچه های فیلم وارد داخل رفته این رقم تو را نجات داد که نگو. بسیار تشکر. اگر تو میمردی من دیگر زندگی کردن نمیتونستم. مولا صاحب ارنیکو کی است؟ خیرت باشه چی شده؟ این دفعه پیلوت همراهتون نیست؟ تو در قضیه دست داری یا نه؟ کدام قضیه؟ باز شما میخواین چی گوله به آوردین؟ خدا با کوچه اصلا چپ نزن. تو در اختطاف کردن بیادرم دست داری یا نه؟ درباره کی گپ میزنی؟ پیلوت اختطاف شده؟ بله. دلم سوخته، اما با او گفته بودم پشتی کارا را لاکنه. حال دلسوزی ملسوزی را بان. اگه کدام چیزی را میفهمی برام بگو. نه هیچ چیز را نمیفهمم، اما بیازو با آدرس اشتباه آمدین. برین از دشمنای سابقش پرسان کنین از من. حالا خدا داد زیاد کار داریم، باید از اینجا بریم. خوست ایس مولا صاحب گفت بریم. نه دیگه این قضیه هیچ دست نداره، حتی خبرم نداره. هرچی میشه شبا ما بیادرم رو پیدا میکنم. مولا صاحب یا آقا پیلوت و وداد بیادر با هم بیادر هستن؟ حتما مترس نظر بی که بیادرم میگه حتما بیادرش هست. بیچاره او مثل تو بیادر خدا گم کردنی؟ کار سخت از خدا داد. خداوند هیچ بیادر از بیادر جدا نسازه. آمین مولا صاحب. موبایلت بده. بگی مولا صاحب. بله علی هستم. چطور هستی علی؟ یک معلومات درباره از اینکه بیادرم در پیشر نیکو کار میکرده به دست آوردیم. امکان داره که گپ راست باشه؟ فکر نمی کنم. چندین سال در تقریبا نیکو بودیم، اگه تا یک چیز می بود باز از این گپ خبر می شدیم. درست است. چطور تانسته ادعا کار کنی سارب؟ سفدا تو میخواستی که سفدا را بسوزانی؟ نمیفهمیدم که داخل خانه است. آی انسان یک دفعه خوب میبینه. ببین اگر خدای نخواسته سفدا میمرد اول تو را میکشتم، باز وقت مجبور که خودم میکشتم.
چی شده؟ ودت امروز پیش علی رفت. چی میگفت؟ درباره پیلوت گپ زدن. این که هر دوشون پشت یک نفر میگردن متوجه نیستن، اما علی هر لحظه امکان داره هر چیز بفهمه. نیاز نیست بیشتر از این تال بتیم. با او جسد بیادرش بتیم که دیگه پشتش نگرده. تو هم برو از ودت جدا نشو اکرم. درست است بچه‌شون. سفدا تو چرا از جایت خستی؟ کمی دگم خواب میکردی. بیا اونجا بشینیم. بیا. اویگار، به خاطر من زندگی تا به خطر انداختی، اما به خاطر این کار ده احساساتم کدام تغییر نمیایه. تو خوب فکر نمیکنی که بعد از آوردن عشقت من خودت دعوتش انداختم؟ من فقط به خاطر که بدون تو زندگی کردن نمیتونم این کار کنم. سیس چوب باش. روزی را که به خاطر گرفتن پول آمده بودم چقدر زود فراموشت شد. تو به جای بعد آوردنم به خاطر از دست دادنم هر کاری از دستت آمد کردی. چی میشه و گپا را به یادم نیار. اقدر خجالت میکشم که هیچ نگو. چطور تو یک کار کردم میتونم نمیفهمم. بسیار معذرت میخوایم. سیس توقع ندارم که مرا ببخشی. فقط امی که با فهمی زیاد پشیمان هستم کفایت میکنه. درست هست سفدا؟ کاکا آمد، منتظر شماست. سعیس میایم. با کدام چیز ضرورت داری که برات روان کنم؟ تو بیشیم از زود پس میایم. هیچ نمیخوایی با فامینی اویگار؟ سفدا؟ تو چرا از جایت خیستی جان مادر؟ من خانه توکچه میرم مادر. با این حالتت امکان نداره جان مادر امشب اینجا باش. من گفتم نمیخوایم ده اینجا باشم. سفدا دخترم گوش کن، آقا اویگار زندگیش در خطر انداخته تا نجات داد. دقیقه و کم بینصافی نمی کنی؟ تشویش نکنین، فقط از پیش اونه بلکه از پیش شما فرار میکنم. آقا کوکسال، آقا علی آمدن، میخواین درباره یک چیز از شما پرسان کنن. علی؟ علی؟ چرا پدرتون اینجا نامد خانم سفدا؟ چی کار داری پدرمه؟ همراهش گپ میزنم. درباره چی؟ فقط همراه خودش گپ میزنم، همراه شما نه. بله، میخواستی چی بگویی؟ درباره ارنیکو چی را میفهمی؟ نفهمیدم. بیادر گم شده در پیش ارنیکو کار میکرده. شاید ایباره کدام چیز را بفهمی. نامش سلیمان هروغلو است. نه، ای چیز را نمیفهمم. بیازو ما اونا را نمیشناسم. مطمئن هستی؟ بله، مطمئن هستم. یعنی من که او قسم آدم چی سر کار می داشته باشم؟ صحیح است. میبخشین که مزاحم شدم. شب خوش. علی دخترم کجا میری؟ کتالی گپ میزنم پدر. چی؟ نترسین، درباره شما هیچ چیز نمیگم. علی
برکو. چی میکنین؟ ما باید برم از محترم پایین شوین. ما باید خانه توکچه برم نی. فکر کردم حتما میتونین منم برسنین استاد. ببینین نمیخوایم دیگه وقتتان جرا بس کنم. حالا لطفاً از محترم پایین شوین. آیی که چی بلا سر ما آمده تو خبر داری؟ هیچ کدامشو نمیفهمینی؟ کم بود که من ببرم. چرا؟ چی شده بود؟ در خانه ما فیوز برق در گرفته بود. حالا خوب استی؟ تو خوب استم. اویگار نجاتم داد. شفا باشه. حالا از محترم پایین شوین. یعنی تصادفی شد. از اینکه نجاتم داده بازم در بین ما چیزی تغییر نکرده. صحیح است. بیازم من به تشویش نیستم. حالا باید برم لطفاً از محترم پایین شوین. من باید خانه توکچه برم نی استاد. درباره بیادرت کدام معلومات نو به دست آوردی؟ این به شما هیچ مربوط نمیشه خانم سفدا. صحیح است. پس من درها هیچ گپ نمیزنم، درست است؟ چوب میباشم. حرکت کو دیگه. دویگو خواهر؟ نامه را پیدا کردی خدا داد؟ نه خواهر جان پیدا کرده نتونستم. بته کمکت کنم. شام بخیر. شام بخیر. ایزگی؟ نه که تو طال مرا تعقیب میکنی چطور؟ اوف باز تو چی یاد گفتم میری خدا داد. بیبی از دویگو خواهر بپرس. اول ما آمدم. کی اول آمده بود دویگو خواهر؟ بگو نه به ایزگی بگو. ما دواخانه را بسته کردیم جانم، اگه چیز کار داری سبا بیا. دویگو خواهر او بچه که پیلوت نداشت. خب او کجا است؟ زیاد وقت شده در منطقه دیده نمیشه. به من چیزگی و به توم چی؟ هر کجایی که باشه دیگه. نام اصلیش چیست؟ بگو که او را در صفحات اجتماعی پیدا کنم. نمیفهمم جانم. نامشم نمیفهمم، تخلصشم نمیفهمم. نمیفهمم پیلوتا چه قسم پیدا کنم. آقا پیلوتا بیادرش میپاله. گم شده نه؟ چی؟ تو چی میگی؟ چه قسم گم شده؟ گم شده دیگه. کدام طور اختطاف کرده. چی؟ چه قسم؟ در کجا؟ کی اختطافش کرده؟ شب بخیر. علی باید چند دقیقه گپ بزنیم. مشنوم. درباره بیادرت است. میشه که یک جای بشینیم؟ بگو. علی یک وقت از تو نمونه خون بیادرت گرفته بودم. بله. او نمونه با یک نفر مطابقت کرده. تو یعنی بیادر ما پیدا کردی؟ آی تو آرام باش. مطابقت کرده. امکان نداره که مطابقت نکرده باشه، اما
اما چی؟ بیادرم کجاست؟ حالا مرا پیشش ببر. علی متاسفانه اون نمونه خون با یک جسد مطابقت کرده. واقعا متاسف هستم. تو چی میگی؟ تو چی میگی؟ بیادر من نمرده، او زنده است. همیاله مرا پیشش ببر. همیاله حالا تاکسی! میفهمین که سفدا کجاست؟ خانه توکچه رفت. خانه توکچه؟ چرا دای تو یک وضعیت اجازه دادین؟ آقا کوکسال، علی دا برای چی امرایتان گپ زد؟ علی گفتی؟ علی ده اینجا آمده بود؟ بله، آمده بود که امرای آقا کوکسال گپ بزنه. مشکل او چی بود کوکسال؟ یگان چیز درباره بیادر گم شدهش از ما پرسید. از تو؟ بله. چه ربطی به تو داره کوکسال؟ بیادرش پیش کسی دیده که من او آدم مشناختم. به خاطری که من او آدم مشناختم از من یگان چیز پرسید. هیچ ربطی به من نداره آقا. کوکسال، او آدم از تو چی پرسید؟ مرا پیش ارنیکو دیده بود. ارنیکو او آدم بود که دستور کشتن بچه علی را برم داده بود. ببین کوکسال، علی مثل دیگه انسان ها یادی نیست. کس است که بسیار خاص کلان شده. تو را در اونجا دیده بود، پس چرا در حقت هیچ کار نکرد؟ با او دروغ گفتم قرض گرفته بودم. گفتم از این خاطر به اونجا آمدیم. من امرا اینا هیچ ربط ندارم آقا. من از پیشان پول قرض گرفته بودم، باز پرداخت نتونستم، از این خاطر مرا اینجا خواستن. مرا بسیار لط کردن. باز وقت شما اینجا آمدید. کوکسال تو چطور به این کار آغوش داشت؟ کدامش هست؟
زود شو بیادر بیادر بخیز حالا بخیز دیگه بیادر جان پیش مادرم شون بریم من اینجا بودن نمیتونم سلیمان ما پیشون رفتن نمیتونیم پدرم پیشون بخیر اینجا میاین بیادر حالا بریم دیگه چی میشه بیا که پیش پدرم شون بریم سلیمان پدر و مادرم دیگه نمیاین پس بیا که ما پیششون بریم سلیمان پدر و مادرم هیچ وقت نمیاین چون که اونا مردن دروغ نمیگم پدر و مادرم داده سی طرفی که مردن بیدارم دروغ میگی مادرم هم نمرده پدرم هم نمرده تو دروغ گوی هستی سلیمان خدایا چی میشه مادر و پدرم پس برم بده چی میشه لطفا خدایا دعای ما قبول کن وعده میکنم که کل گپای مادر من گوش میکنم از پدرم هیچ وقت شوخی نمیکنم اونا رو جگر خود نمیسازم خدا جان لطفا پدر و مادر من پس برم بده من بدون اونا بوده نمیتونم من اونا رو زیاد دوست چرا نمیفهمیم مادر و پدرم مردن دیگه پس نمیاین اونا مردن اگه مادر و پدرم پس نمیاین من میخوایم پیش اونا برم خدایا پدر و مادرم از پیشم گرفتی پدرم ازم جدا نساز بیادرم چه قسم هیچی قسم شده چرا چیرشی قسم شده در جایی که کار میکرد اونجا آتش سوزی شده بود سوخته زندگی سرت باشه میفهمی درست پیش بگذکش ادمند قیمه پیدا کردم من او قدر پشتو گشتم اما پیداش نتونستم او برای پیدا به منطقه مومد
حاله جسدش نمو قابل نیست.